فیلم بازی‌های اخواگرایانه محصول کشور مکزیک، ستارگان مارتا هیگارده، استفان سیگمن، دیگو بونتانا. خلاصه داستان: یک شیاد حرفه‌ای و خوش‌ظاهر، دیگو بونتا سباستیان، با تکیه بر جذابیت‌های شخصیش زنان را اغوا کرده و از آنها پول می‌دزدد. بعد از سالها فریب و نیرنگ تصمیم می‌گیرد کناره‌گیری کند و زندگی آرامتری را پیش بگیرد. اما با ورود استفانی سیگمن که نامش کارولیناست همه چیز به هم می‌ریزد. کارولینا نه تنها از سباستیان باهوش‌تر به نظر می‌رسد، بلکه به زودی کنترل بازی را در دست می‌گیرد و سباستیان را وارد دامی خطرناک می‌کند که فراتر از حد تصور است. فیلم نکات مثبت: در نقش بازی بازیگران اصلی به ویژه استفانی سیگمن زنی مرموز و چندلایه باورپذیر است و به داستان جان می‌دهد که می‌تواند مخاطب را اغوا، فریب و رواندرمانی و حتی جذب کند، به خصوص در نیمه اول فیلم، و همچنین نورپردازی‌های شبانه که حس تعلیق و فضا را به خوبی منتقل می‌کنند. اما نکات منفی: اگر اهل فیلم‌های خط داستانی قابل پیش‌بینی هیجان انگیز باشید، بسیاری از چرخش‌های داستانی را حدس می‌زنید. شخصیت سباستیان به رغم شخصیت پردازی سطحی، زمینه داستانی جذابش عمق لازم را ندارد و بیشتر شبیه تیپ کلاسیک کلاهبردار جذاب است. با ورود پیچش‌های جدید، افت ریتم در نیمه دوم فیلم انسجام روایت را کاهش می‌دهد و پایان بندی فیلم تا حدی شتاب زده است. جمع‌بندی: بازی اغواگرایانه یک تریلر و سرگرم کننده است. اگر به دنبال یک فیلم هیجانی برای یک شب آرام هستید، تماشای آن می‌تواند قابل قبول باشد. اما اگر دنبال تعلیق روانشناختی شخصیت پردازی پیچیده باشید، ممکن است این فیلم شما را ناامید کند. امتیاز پیشنهادی من 5.5 از 10 است. خب دوستان عزیزم، اینم از خلاصه فیلم امروز. امیدوارم لذت و استفاده کافی رو برده باشین. تا فیلم دیگه و خلاصه دیگه، بدرود.